این فرمول رو هیچ کس تو ایران آموزش نداده و من برای اولین بار تو این ویدیو بهت یاد میدم چطور یه محصولی بسازی که با یه قطره تو کمتر از 30 ثانیه پوست سفید بشه. نیاز داریم به 35 گرم و نیم آب مقطر، 15 صدم گرم ادتا، خوب با هم میزنیم که ادتا حل بشه. 35 صدم گرم تیلوز و خوب هم میزنیم. این محصول کاملا ضد آبه و تا 6 ساعت دوام داره و هرچی بیشتر روی پوست بمونه یه سفیدی خیلی طبیعی تر به پوست میده، ولی سعی کنید برای مناطق حساس استفاده نکنید. 4 گرم اکسید تتانیوم اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. 2 گرم اکسید زینک و 2.5 گرم گلیسرین. موادتون رو خیلی خوب باید هم بزنید. 1.5 گرم پروپیلن گلایکول و 2 گرم CCT. pH این محصول باید بین 5 تا 5.5 باشه که نحوه pH گیری رو من بهتون تو آموزش‌های قبل یاد دادم. و 1.5 گرم بتاین. و در آخر 0.5 گرم فنوکسی اتانول که نگهدارنده است رو اضافه میکنیم. حتما کپشن رو بخونید که نکات مهم رو اونجا براتون نوشتم.